ایران باستان هرمز فقط یه جزیره کوچیک برای ماهیگیری بود تا وقتی که مغول‌ها حمله کردن و ایران ویران شد. حدود 805 سال پیش مردم برای فرار از مغول‌ها که ناوگان دریایی نداشتن و دریانوردی بلد نبودن به یه جزیره وسط خلیج فارس پناه بردن و شروع به ساختن شهر جدیدی کردند که کم کم به یکی از مراکز مهم تجاری خلیج فارس تبدیل شد. تا سالها هرمز دروازه تجارت شرق و غرب بود و ادویه و ابریشم و مروارید رو به خاورمیانه میفرستاد. حالا بعد از قرنها هرمز دوباره محبوب شده، اما این بار نه برای تجارت بلکه برای گردشگری. برای دیدن این خاک جادویی و تاریخ پرداستانش میتونی از طریق پلتفرم شب اقدام کنی، ولی اینو یادت باشه اینجا یه تیکه از تاریخ ایرانه که باید مراقبش باشیم.